الان بچه‌ها من اومدم امیر. الان دقیقا ساعت 12:30 ظهر. خیلی گرمه ولی خب سکوت و ایناش خیلی خوبه. اینم فضای اینجاست و این خوبای خوشگلی که اومدن اینجا. واقعا زیباست. این ساعتش معمولا خیلی گرمه ولی خب یه پرایوتی و به قول معروف سکوت خاصی داره. Sen bunu bana bence şeyle gönder, kargoyla. Oğlum gelince göndersin bana. Hep yanınızda yalnız herhalde arkadaşlar. Menengiç kahvesi. Antep'in. بچه ساعت الان 2 و این گرمای اینجاست. نمیدونم توی فیلم که مشخص نیست ولی از سکوتش خیلی لذت بخشه. حالا نمیدونم شما که دارین این ویدیو رو میبینین چقدر به طبیعت میرین ولی خب مثلا خود توی آنکارا خیلی جای اینجوری طبیعتی نداره. سه تا دریاچه هست. یکی همین ایمیره، یکی ماوی گله، یکی هم که گلباشیه. حالا من خودم هم که ایران بودم یعنی کوه دارآباد به ما نزدیک بودش و من هر هفته میرفتم، بیشتر هفته، یعنی تقریبا هر هفته میرفتم و خب خیلی این طبیعت کمک کننده است اینکه آدم واقعا ریستارت میشه. حالا میگم درخت و اینا، این سکوت و اینا رو خیلی واقعا کمک کننده است. حالا اگر اینکه نزدیکتون هست حداقل حالا ما یک بار رو تو برنامه‌تون بذارید، خیلی حال آدم خوب میکنه. و اینکه حالا تو سکوتش باشه. البته عصرش هم من اومدم، خیلی هم اونم باز جذابیت خودشو داره. بچه ها هستن شلوغ و اینا. حالا بازم عصر اومدم میشه رو براتون میگم ولی گفتم حالا الان که صبح اومده ظهره، یعنی دیگه البته یعنی ظهره دیگه قاطعا 2 عصر این سکوتشو بگیرم. البته خب الان تابستونه و این خلوتیه بیشتر به خاطر اینکه این تایم هوا گرمتره ولی خب
بازم جذابیت‌های خاصی خودش رو داره. حالا باز اگه چیز جذابی دیدم حتما براتون میگم. بچه این قسمت که براتون گرفت اونای موتور سوار اینو میان و این سربالایی میرن بالا. حالا چون ساعتش الانه خیلی کم، تو روزای دیگه خیلی بیشتر میان. حالا یکیشون بود من فیلم کنم داره میاد پایین دوباره. آره داره میاد پایین. حالا خیلی وقت ماشین آفرود اینا هم میارن، خیلی جالبه. حالا اگه دفعه دیگه بیام و باشه حتما براتون میگیرم. حالا فعلا فقط ایش بچه این موتورها هم که دیدن رد شدن این از همونایی که بودن که الان میرن اونجا اون سربالایی هم میرن بالا. ولی دیگه حالا من اومدم، حالا ایشالا دفعه بعد فیلمشو میگیرم. بچه این هم اسبه. Çok güzel yer yerleşmiş. Çocuklar binmek istiyorsanız burada bilmeyenlere eğitimini veriyorum. Binmek ister misiniz? Sağ olasın. İster misiniz? Severim bakalım. Değil mi abi? Benim de hatım var değil mi? نه من اسبر اینجا دیدیم و گفتش که اگه مثلا میخواین بیاین بهتون یاد بدم که سوار بشین. حالا مگه موقع خودم میترسم. حالا فعلا بریم ببینیم چی میشه. اینم میشه دیگه. من رسیدم آخرش و یه اسب دیگه هم اینجا بودش. اون جلوترم ایستگاه دوچرخه هاست که شما میتونید دوچرخه بگیرید. فکر میکنم ساعتیه. من یه بار اون 6 سال پیش فکر کنم اولین باری که اومدم ایمی گرفتم و دیگه نگرفتم چون خیلی تجربهش عجیب بود برام. دیگه ترجیح دادم که همیشه مسیرش، چون دوست داشتم مسیر لذت ببرم و خب دوچرخه رو همش استرسی نداری که مثلا باید برگردی و اینا. ولی وقتی به خودت میری دیگه دست خودت زمانت. حالا اینم برن دوچرخه، اینم دوچرخه هاشن. این مدرک شناسایی باید بذارید و
بعد میتونید حالا دوچرخه رو اجاره کنید. خب من با اوبرم بذار این چیز شد. اینجا با اوبر تاکسی گرفتم. اگه این نوره بذاره که ببینید. حالا خوش و 5 دقیقه دیگه میادش دیگه. خیلی خوبه که واقعا اوبر این هستش. حالا واسه یه چیز جذاب دیدم حتما براتون میگم. بچه من از امیر خیلی گرم بود. اومدم خانوار و دارم یه آیس ترکم میخورم. فضای این بره بود. حالا بعدش شده دوباره از اینجا میرم انشالله. فعلا بچه من اومدم یه بانتاور، چون معمولا اینجا عصر بر بچه ها برنامه میذارن ولی الان مثل اینکه شروع نمیشه، دیرتر شروع. فقط فضاشو دیگه ببینید دیگه، دارن صندلیاشون میچینن و خیلی برنامه فان خوبی هم میذارن. این مثل اینکه نمایش و اینا هم هستش ولی دیگه من باید برم چون دیگه کار نداریم. شنبه برای کارای پروژه ها و سایت ها، یعنی خودم هم باید استفاده کنم و اینجا رو هم ببینیم دیگه. برنامه های خوب و فانی میذاره روزای یک شنبه ولی الان هنوز شروع نشده دیگه. حالا انشالله یه بار دیگه اومدم شروع شده بود میگیرم. خیلی حالا من دیگه فکر کنم این ولاگ اینجا دیگه واقعا تمامش کنم و امیدوارم که لذت برده باشید و امید بهترین اتفاقا برای همه و خدا رو شکر که این آماده شد و به امید دیدارتون توی ولاگ بعد.